در تاجیکستان تحقیق ضرر زلزله 10 نوامبر و پیامدهای آن ادامه دارد. بنا به گزارش‌های اخیر در این زلزله که شدتش 5 درجه جدول ریختر بوده است، دست کم 360 خانه خراب شده و یا آسیب دیده است. این زلزله را در جنوب کشور بیشتر احساس کرده اند. در آستانه قزاقستان 2 خواهر به بالای یک کران ساختمانی برآمده اند و اعتراض خود را آغاز کرده اند. آنها بر ضد تخریب خانه اشان که می‌خواهند در آنجا بنای دانشگاه سازند اعتراض می‌کنند. فرزندان آنها نیز در اعتراض شرکت دارند و از نورسلطان نظربایف می‌خواهند که برای خانه آنها پول بیشتر پرداخت کنند. وزارت پناهجویان گرجستان در پایتخت 85 خانواده را با خانه تامین کرد. همه آنانی که صاحب خانه شدند به جا شدگان داخلی از ابخازستان و از اسیتیای جنوبی می باشند. وزارت می گوید که تا آخر سال جاری بیشتر از 1000 خانواده به جا شده با خانه تامین می شوند. در مسکو یک گروه والدین در نزد بنای شهرداری گردی هم آمدند و خواستند که کودکانشان را با کودکستان تامین کنند. در میان آنها والدان نیز بودند که حق اقامت دائمی ندارند. این همایش غیر قانونی را پلیس پراکنده کرد. در کابل حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در نزد 200 نفر دانشجویان اکادمیای نوی نظامی سخنرانی کرد. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا نیز در این مراسم شرکت داشت. این اکادمیا با کمک مالی بریتانیا ساخته شده است. در خیبر منطقه قبیله نشینی پاکستان مسابقه فوتبال جوانان شمال پاکستان و افغانستان 10 نوامبر به پایان رسید. سازمان دهندگان مسابقات میگویند که ورزش جوانان را از جلبشان به گروه‌های تندرو دور نگاه می‌دارد. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.